سلام رفقا، چطورید؟ تو این ویدیو میخوام مورد انتظارترین فیلم های سال 2024 رو بهتون معرفی کنم. پس بدون معطلی میریم سر وقت معرفی فیلم ها. اولین فیلم شکارچیان روح، امپراتوری یخزده. این فیلم از سری فیلم های شکارچیان روحه که احتمالاً اسمش رو شنیده باشید. قسمت قبلی این فیلم با بودجه 75 میلیون دلاری تونست 204 میلیون دلار فروش کنه. بازیگرای معروف فیلم هم پل راد و فین ولفارد هستند. کارگردان فیلم هم جیسون ریتمنه که به خاطر فیلم جونو قبلا نامزد جایزه اسکار شده. این فیلم قراره 29 مارس 2024 اکران بشه. فیلم بعدی فیلم گودزیلا در برابر کنگ، امپراتوری جدید. این فیلم پنجمین فیلم از دنیای سینمایی هیولاهاست. قسمت قبلی تونست 470 میلیون دلار فروش کنه و به همین خاطر سازنده ها تصمیم گرفتن قسمت جدیدی از این فیلم بسازن. کارگردان فیلم هم آدام وینگارده که بیشتر فیلم‌های ترسناک میسازه، مثل جادوگر بلر، تو بعدی هستی و چند تا فیلم ترسناک دیگه. این فیلم قراره 15 مارس 2024 اکران بشه. بعدی فیلم نوسفراتو که با سازی یه فیلم خیلی قدیمیه که تو سال 1922 ساخته شده که اونم همین اسمو داشته. بازیگرای مطرح فیلم هم بیل اسکاشگورد و نیکولاس هولت و آرون تیلور جانسون هستن که قبلا تو فیلمای مطرح زیادی بازی کردن. کارگردانی فیلم هم توسط رابرت اگرز انجام شده که قبلا فیلمای جادوگر، فانوس دریایی و مرد شمالی رو ساخته. فیلم بعدی گارفیلد. این انیمیشن از روی کمیک بوکی به همین اسم ساخته میشه. قبلا 2 تا فیلم از گارفیلد ساخته شده و قرار بازیگرای مطرح هالیوود مثل کریس پرت، ساموئل ال جکسون صدا پیشگی کاراکترها رو به عهده داشته باشن. این فیلم هم قرار 24 مه 2024 اکران بشه. فیلم جوکر قسمت دوم. قسمت اول این فیلم یه موفقیت خیلی بزرگ بود. بالای 1 میلیارد دلار فروش کرد که باعث شد فیلم دوم هم ساخته بشه. تو این فیلم واکین فینیکس مثل قسمت قبلی نقش جوکر رو به عهده داره و لیدی گاگا نقش دکتر هاری رو بازی میکنه. کارگردان فیلم هم تاد فیلیپسه که مثل قسمت اول کارگردانی این فیلم رو به عهده داره. فیلم هم قرار 4 اکتبر 2024 اکران بشه. قبل از اینکه بریم سراغ فیلم بعدی ازتون میخوام این کانال رو ساب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. اگر از ویدیو هم خوشتون اومده لطفا اون لایک کنید و برامون کامنت بذارید. ددپول قسمت سوم. این قسمت ددپول قرار اتفاقای جالبی بیفته. یکی اضافه شدن هیو جکمن به فیلم در نقش وولورین، چیزی که طرفدارا خیلی مشتاقشن. دومی قرار این فیلم بخشی از دنیای سینمایی مارول باشه. البته مارول این روزا حال و روز خوشی نداره و باید ببینیم این فیلم توی گیشه چی کار میکنه. رایان رینولدز مثل دفعه‌های قبلی نقش ددپول رو به عهده داره. مورنا باکارین هم نقش ونسر رو مثل دفعه‌های پیش بازی میکنه. کارگردان فیلم هم شاون لوی هست که سری فیلم‌های شبیه در موزه رو کارگردانی کرده. او همچنین تهیه کننده اصلی سریال محبوب نتفلیکس چیزای عجیبه. این فیلم هم قرار 3 مه 2024 اکران بشه. درون بیرون 2. این انیمیشن ادامه قسمت قبله که تو سال 2015 منتشر شده و فروش خیلی خوبی داشت. حدود 900 میلیون دلار فروخته که یه رقم خیلی بالاست. کارگردان این اثر هم کلسیمانه که اولین فیلم بلندش رو کارگردانی میکنه. این انیمیشن قرار ماه ژوئن 2024 اکران بشه. فیلم گلادیاتور 2. این فیلم هم ادامه فیلم گلادیاتوره که تو سال 2000 ساخته شده. کارگردان این قسمت هم مثل قسمت قبل ریدلی اسکاته که فیلمای فوق‌العاده خوب زیادی ساخته. بازیگرای مطرح فیلم هم پل مسکال، دنزل واشنگتن و پدرو پاسکال هستند. این فیلم قراره در 22 نوامبر 2024 اکران بشه. فیلم تلماسب قسمت دوم. این فیلم هم مثل اکثر فیلمای لیست ادامه قسمت قبلیه که به خاطر فروش خوب قسمت قبلی دستور ساخت اونا داده شده. بازیگرای مطرح زیادی تو این فیلم حضور دارن. تیموتی شالامی، جاش برولین، دیو باتیستا، فرولنس پیو، خاویر باردم، زاندیا و کلی ستاره دیگه از بازیگرای مطرح این فیلم هستن. کارگردان فیلم هم مثل قسمت اول به عهده دنی ویلنوو که فیلمای سیکاریو، ورود و بلید رانر 2049 رو ساخته. فیلم هم قرار 15 مارس 2024 اکران بشه. پادشاهی سیاره میمون ها. این فیلم از سری فیلمای سیاره میمون هاست که قبلا چند قسمت از اون ساخته شده و این 4مین قسمت از سری جدید محسوب میشه. اوونتیک،
فریا آلن و پیتر میکون قراره تو این فیلم بازی کنن. فیلم هم قراره 24 مه 2024 اکران بشه. کارگردان فیلم هم وستباله که سری فیلم های دونده 1000 تو رو کارگردانی کرده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه اومده لایک و کامنت فراموش نشه. یادتون هم نره این کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی من مطلع بشید.